سلام میکنم خدمت همراهان عزیز دانشجویان. مهنوش زندی هستم با درس 8 آموزش MySQL در خدمت شما. تا الان یه سری مفاهیم پایه در MySQL رو ما یاد گرفتیم و دیدیم که چطور با استفاده از MySQL پایگاه داده‌های خودمون رو ایجاد میکنیم و مدیریتشون میکنیم. اما از اینجا به بعد میخوایم یه ذره مباحث رو پیشرفته تر کنیم و جمع‌بندی از اونها رو بهش برسیم. ما توی این درسمون به صورت استاندارد میایم یه دیتابیس ایجاد میکنیم و همونطور که قبلا گفتیم تا انتهای دوره میایم روی همین دیتابیس کار میکنیم و در انتها میایم با زبانهای برنامه نویسی مختلف به دیتابیسمون وصل میشیم. خب اما دیتابیسی که میخوایم باش کار کنیم رو باید امروز بیایم بسازیم. وارد کامند لاینمون میشیم. اینو بزرگش میکنم که ببینیدش. خب من اینجا واردش شدم. من میخوام یه دونه دیتابیس بسازم. خب دیتابیس دانشجویان رو من ساختم. حالا من میخوام روی اون دیتابیس سایت آموزشی دانشجویان که ساختمش بیایم کار کنیم. چی کار میکنیم؟ یوز دانشجویار و حالا واردش میشیم. حالا ما میایم یه سری جداول رو میسازیم. create table اسمش کورس باشه. میریم خط پایین ID جنسش اینتیجر همون جوری که بهتون یاد دادم 7 داره بدون علامت اوتو اینکریمنت، یعنی به صورت اتوماتیک یه دونه بهش اضافه میشه و پرایمری کیه. میریم خط پایین. الان ما فهمیدیم که هر درسمون یه آیدی داره و اون آیدی کلید اون درس حساب میشه. نیم ورچر مثلا 35 تا داشته باشه، ناتنال هم باشه دیگه. خب بعد میریم خط پایین میگیم که خب دیتیلز ورچر مثلا 300 تا ناتنال باشه. خب میگیم پرایس اینتیجر باشه، 10 رقم حد اکثر داشته باشه، ناتنال باشه. خب حالا میریم خط پایینش که میریم ما میخوایم یه دونه کلید خارجی داشته باشیم ولی فعلا ایجادش نمی کنیم چون ما همین یه جدول رو داریم. تیچر آیدی اینتیجر 6 تا حد اکثرش بدون علامت. خب بالاخره ما آیدیمون که نباید علامت داشته باشه و ناتنال هستش. خب ما الان این جدول رو اومدیم ساختیم. ما کلید خارجی رو فعلا ایجاد نکردیم چون جدول تیچر رو نداشتیم همونجوری که یه چند ثانیه قبل‌تر گفتم. بعدن که میایم جدول تیچر رو میسازیم میایم این جدول رو ادیت میکنیم و این آیدی رو به کلید خارجی تبدیل میکنیم اما فعلا کاریش نداریم. الان من میگم شو تیبلز، تیبل کورس رو ما داریم. حالا میایم یه جدول جدید میسازیم. میگیم که create table user یه آیدی داره که اینتیجره، بازم مثلا ما میگیم 7 تا بدون علامته چون علامت سودی نداره واسه آیدی دیگه. اوتو اینکریمنت که معنی اینا رو بهتون گفتم، پرایمری کی هم هست. خب میریم خط پایین. خب حالا خط بعدیمون چیه؟ یوزر نیممونه ورچره مثلا 30 تاه
ناتنال، یونیک هم هست که اینا رو همه رو تو مباحث قبلی بهتون گفتیم. چون حسابای کاربری داریم و نام اون کاربریشون اگر یونیک نباشه توی دردسر میفتیم، به خاطر همین اومدیم یونیک رو گفتیم. دیگه خیلی مشخصه وقتی داخل یک سایت میریم و میخوایم نام کاربری انتخاب کنیم، اگر دقت کرده باشیم میگه که مثلا این نام کاربری قبلا انتخاب شده، این یونیک بودن لازمه براش، اون نام کاربری رو یونیک انتخاب کرده. خب پسوردمون برچره، حالا ما میگیم مثلا 30 تا، البته خیلی جاها 16 تاه و ناتنال. خط بعدیمون چیه؟ ما میگیم که خب اون ایمیل هم میخواد، یعنی یه ایمیلی باید بده. خب این طبیعیه، وقتی که میخوای یه جا یوزر بشی ایمیله چیزی که میدی، یکی از چیزایی که میدی. ناتنال باید باشه و یونیک هم باید باشه. خیلی وقتا ما میایم حساب کاربریمون رو یه جاهای گم میکنیم. بعد اگر دقت کرده باشین ما اونجا وقتی میخوایم وارد بشیم میایم ایمیل رو مثلا یادمون رفته ثبت نام کردیم یا هر چیز دیگه، میگه که این ایمیل وجود داره و دیگه خودت باید بیای باهاش وارد بشی. حالا وریبل کاراکترمون 45 تایی بود توی ایمیل، میریم توی نیم، اون هم برچره 20 تایی مثلا نات نال. دوباره میریم خط پایین، فامیلیه، دوباره اینم ورچر 20 تایی نات نال. ایجمون اینتیجره 3 تایی، دیگه از 100 سال فکر نکنم، اصلا به 100 سال نمیرسه یوزرمون. نات نال. این چیزاییه که واضحه، حالا من دارم مثلا تکرارشون میکنم. بله ساخته شد. حالا ما جدول یوزرها رو هم ساختیم، توجه کنید که میتونیم اسم و فامیل و سن رو توی یه جدول دیگه هم بیاریم و به اونا یه آیدی بدیم و آیدی مربوط به حساب کاربری رو تو جدول پروفایل ها بیایم فراخوانی کنیم. این هم میشه که بر اساس آیدی یوزر بیایم تو جدول پروفایل یه کلید ایجاد کنیم و ارتباط بین این دوتا رو داشته باشیم. یه روش اون بود، یه روش هم این بود که خب این حجم بالاتری داره. میایم یه جدول دیگه میسازیم. اول یه شو تیبلز نشون میدیم. خب الان دوتا جدول داریم. میایم دوباره یه جدول دیگه میسازیم. create table teacher. خب جدول تیچرام، آیدیمون اینتیجر 7 تایی. اینا رو قبلا توی جلسات قبل توضیح دادم. auto increment primary key. خب ببینید این پرایمری کی که ما اومدیم ساختیم باید مشخصاتی که تو جدول کورس دادیم داشته باشه، چون این قرار همون کلید خارجی جدول کورسمون بشه که مبدأ اون همین جدوله و مقصدش هم جدولیه که این کلید خارجیشه یا همون جدول کورس. باید خصوصیات مبدأ و مقصد یکی باشه وگرنه ما میایم ارور میدیم. خب نیممون ورچره 30 تایی ناتناله. خب فامیلیمون اینم 30 تا داره ناتناله. دوباره تلمون یعنی شماره تلفنمون ورچر 13 رقمی، مثلا حالا من میگم 14 رقمیه. ناتنال یونیک هم هست به همون دلیلی که ایمیل یونیکه. خب ما الان یه جدول دیگه هم ساختیم
که حالا من نشون بدم. البته نیازی به نشون دادن نیست، ولی حالا من نشونتون میدم. الان ما 3 تا جدول داریم. خب حالا میخوایم بین این جداول یه ارتباطی بیایم برقرار کنیم و همون آیدی جدول تیچر رو به عنوان کلید خارجی معرفی کنیم. میریم سراغ اضافه کردن یک کلید خارجی. آلترمون رو میزنیم. آلتر برای چی بود؟ برای تغییر دادن بود. آلتر تیبل کورس. خب add constraint. خب کلید خارجیمون هم یه کانسترینته. کانسترینت ها رو قبلا بهتون توضیح دادم. حالا اسم اون کانسترینته فرانکی کورس تیچر. خب حالا چی هست؟ کلید خارجیمون همون کلید تیچر آیدی هست که زدیم. به چی اشاره میکنه؟ ریفرنسش به تیچر آیدی. ما الان کلید خارجیمون رو اضافه کردیم و جدولمون رو اومدیم ویرایش کردیم. تعداد جدول ها و اسمشون تغییر نکرده. شو تیبلز. ببینید ما همون جدول ها رو داریم. خب الان میایم و داخل جداولمون یه سری اطلاعات رو درج میکنیم. فقط توجه داشته باشیم که وقتی میخوایم داخل جدولی که کلید خارجی داره، مثل همون جدول کورسمون، اطلاعاتی رو بیایم درج کنیم، تو فیلد همون تیچر آیدی که کلید خارجیمونه هر محتوایی درج کنیم به تیچر وصل میشه و چک میکنه. چجوری؟ چک میکنه ببینه که describe، ببینه که مطابقت دارن یا ندارن. describe course. خب ما این جدول رو داریم که این کلید خارجیه، این هم کلید داخلیه یا هم پرایمری کیه، کلید اصلیه. و حالا میریم جلو. میریم چی کار میکنیم؟ اینسرت میکنیم اینتو جدول کورس. ستونهایی که میخوایم توش اینسرت کنیم name, details, price هست و teacher آیدی. خب همونطوری که میبینیم من آیدی رو نیاوردم. چرا نیاوردم؟ چون اوتو اینکریمنته، یعنی خودش میاد یکی یکی اضافه میکنه. خب چه مقادیری رو میام اضافه میکنم؟ چه ولیوزی رو میام اضافه میکنم؟ ولیوز my SQL، مثلا درس my SQL رو. دیتیلمون چیه؟ دانش جویار MySQL. این دیتیلمونه. خب MySQL ویدیو مثلا. خب بعد حالا میگیم که دیگه چیمون؟ پرایسمون مثلا چقدر باشه؟ مثلا 100 باشه. تیچر آیدیمون 1 باشه. ارور میده چون این آیدی تو جدول تیچر آیدی نیست. پس باید بریم اول داخل جدول تیچر بیایم ایجادش بکنیم، بعد بیایم اینجا تیچر آیدی رو بدیم، وگرنه همین ارور رو میده. من یه خط میرم پایین‌تر که مشخص بشه این اروره واسه همون تیچر آیدی است. خب میخوایم ایجادش کنیم. insert into teacher. خب چیا رو داره؟ نیم رو داره، فامیلی رو داره، تل رو داره. خب به همون دلیلی که قبلا هم بهتون گفتم چی میشه؟ آیدی رو لزومی نداره خودمون بهش بدیم. values اسمشو ما میگیم امیر مثلا.
فامیلیش رو میگیم امیری. حالا شماره تلفنش 885 64 مثلا 32. یه دونه دیگه هم اضافه کردم. خب من اضافه کردم بهش. حالا من میام یه بار دیگه چکش میکنم. select all from teacher. اگر دقت کنید اینجا دیگه ما آیدیمون 1 هستش. حالا میایم دوباره این دستوری که این بالا نوشتیم رو، اینو این که اینسرت کردیم تو جدوله رو دوباره میایم چکش میکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته اینجا. خب اینجا دیگه کوئریمون اوکیه. خب حالا اگر بیایم با آیدی 2 دوباره بخوایم کار کنیم همین ارور رو میزنه. فعلا ما توی این جلسه یه دیتابیس ساختیم و داریم باهاش میریم جلو. توی درس‌های بعدی با مباحث پیشرفته تر آشنا میشیم و اونها رو روی دیتابیسمون میایم انجام میدیم. اما توی درس آخر قبل از برنامه نویسی ما میایم چی کار میکنیم؟ یه سری کار نهایی رو انجام میدیم تا دیتابیسمون تنظیماتش کامل بشه. امیدوارم که از این جلسه نهایت استفاده رو کرده باشید.